به نام خدا. کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد. در روزگاران قدیم در یکی از روستاهای دورافتاده کوزه‌گری زندگی می‌کرد که به هنرش در ساخت کوزه‌های زیبا و محکم شهرت داشت. مردم از سراسر روستاهای اطراف برای خریدن کوزه‌های او به کارگاهش می آمدند. کوزه‌گر با دقت فراوان هر روز کوزه‌های سفالی زیبا می ساخت و در کوره می پخت و به فروش می رساند. همه از کیفیت کوزه‌های او سخن می گفتند. کوزه‌گر با داشتن کوزه‌های سالم از کوزه‌های شکسته بهره می برد. یک روز یکی از مشتریان او را دید که با کوزه شکسته آب می نوشد. تعجب کرد و پرسید: تو که بهترین کوزه ها را درست می کنی، چرا خودت از کوزه شکسته آب می خوری؟ کوزه‌گر لبخندی زد و گفت: کوزه های سالم برای مشتریان است و من به این کوزه شکسته قانعم. و این ضرب المثل در بین مردم چرخید که کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد. اگر حکایت ما رو دوست داشتین با لایک و سابسکرایب ما رو حمایت کنید.